از اونجایی که آدم عجیب غریبی هستم، آدمای عجیب غریبی به پستم میخورن با درخواستای عجیب‌تر. طرف اومده توی دایرکت میگه خمیر همه کاره آموزش بده که باهاش هر چیزی بزنم. منم نمیتونم نه بگم. پس میخوام بهتون یه خمیر جادویی آموزش بدم که باهاش هر چیزی بزنید. پیتزا ایتالیایی، آمریکایی، شاورما، نون پیتا، پیده و حتی خاچاپوری. اول از همه آردتون رو الک بکنید. این کار باعث میشه که خمیر لطیفتری داشته باشید و آب و آرد با هم خوب ترکیب بشه. موقع خمیرگیری راحت‌تر میتونید اون فرآیند خمیرگیری رو ادامه بدید. بعدش مخمرتون رو اضافه میکنید، یه مقدار همش میزنید. حالا بعد آب رو اضافه بکنیم. اگر میخوای که خمیر تردتری داشته باشی آب ولع، اگر میخوای خمیر لطیفی داشته باشی از آب سرد استفاده میکنی. من از آب سرد استفاده میکنم. با لیسک ترکیبش میکنم. حالا شروع میکنم با دست ورز دادن. انقدر ورزش میدم که اون توده خمیر شکل بگیره. بهتون نشون میدم. وقتی که خمیرت به این شکل در اومد، یعنی هیچ آردی کف ظرف نبود، نوبت اضافه کردن شکر یا نمکه. اگر میخوای خمیر لطیفی داشته باشی نمک رو اضافه میکنی. این کار باعث میشه که اون شبکه گلوتنی بهتر شکل بگیره. اگر میخوای که خمیرت کریسپی باشه، تورت باشه یا پوک باشه به اصطلاح، از شکر استفاده میکنی. من ترجیح میدم که از نمک استفاده بکنم. نمک رو اضافه میکنم. 5 دقیقه شروع میکنم به ورز دادن. این نکات طلایی رو کمتر جایی بهت میگن. حواست باشه که چیکار دارم میکنم. بعد 5 دقیقه شکرم رو اضافه میکنم. 5 دقیقه هم ورز میدم خمیرمو تا شکر به خورد خمیرم بره. حالا نوبت اضافه کردن روغن. روغن باید آخر اضافه بشه. روغن رو اضافه میکنم و 5 دقیقه دیگه ورز میدم خمیرمو. اینقدر ورز میدم تا روغنی که کف ظرف مونده هیچی ازش باقی نمونه، همش به خورد خمیر بره. ببین به همین شکل. حالا میذارمش روی تخت کار به این شکل با کف دست یه زاویه 45 درجه و شروع میکنم به ورز دادن. با کف دست میدم به سمت جلو، با پنجه‌ام میکشم به سمت عقب. این کار رو 4-5 دقیقه انجام میدم. حالا به این شکل فرمش بدید. خمیرتون رو گردش بکنید. نیم ساعت توی دمای محیط بهش اجازه میدم که استراحت بکنه. بعدش یه ورز کوچیک میدید، به چونه‌های دلخواهتون تقسیم میکنید و استفاده میکنید.